عملکرد صندوق‌های اهرامی توی مرداد ماه از لحاظ بازده قیمتی و ارزش معاملات چطور بوده؟ صندوق‌های اهرامی توی مرداد ماه از لحاظ بازدهی اگر بخوایم بررسی بکنیم میشه تو دو مقوله بازدهی قیمت پایانی و بازدهی NAV اون رو بررسی کرد. از لحاظ بازدهی قیمتی پایانی صندوق توان با منفی 5%، شتاب با منفی 7.8% و صندوق موج با منفی 9.5% بهترین عملکرد رو بین اهرامی‌ها داشتن. از لحاظ بازدهی NAV هم که بیشتر برای معیار سنجش عملکرد مدیران صندوق استفاده میشه، صندوق توان با منفی 4.9%، موج با منفی 5.5% و شتاب با منفی 7% بهترین عملکرد رو توی مرداد ماه داشتن. لازم به ذکره که توی مرداد شاخص کل 6.2% و شاخص هموزن 7.9% منفی بودند و عملکرد نزولی و رکودی رو در کلیت بازار شاهد بودیم. از لحاظ ارزش معاملات هم طی مرداد ماه صندوق اهرم با 173 میلیارد تومان پرمعامله ترین نماد بود، بعد شتاب با 97 میلیارد تومان و صندوق موج با 69 میلیارد تومان میانگین روزانه پرمعامله ترین صندوق‌های اهرامی و همچنین پرمعامله ترین نمادهای بازار سرمایه بودند. اگه قصد دارید اطلاعات بیشتری در مورد صندوق‌ها مطالعه بفرمایید، میتونید به سایت، یوتیوب و تلگرام آقای آگاه مراجعه بفرمایید.